تا به حال فکر کردی چرا وقتی استرس داریم یا دچار اضطراب میشیم یکی بهمون میگه یه نفس عمیق بکش؟ شاید به نظر یه جمله ساده بیاد، اما پشت این کلمات حکمتی پنهانه، قدرتی که قرنهاست در سنت‌های شرقی نهفته شده. امروز میخوایم وارد دنیای چیگانگ بشیم، یه هنر باستانی چینی که از طریق تنفس آگاهانه بدن، ذهن و روح رو به هم پیوند میزنه و دوباره به تعادل میرسونه. اگه دنبال آرامش درونی، سلامتی جسمی و تعادل روحی هستی، این سفر برای توه. بیا با هم کشف کنیم که چطور چیگانگ میتونه زندگیمون رو نفس به نفس تغییر بده. تصور کن رودخانه جاریه، میگذره، در برابر موانع نمی ایسته، خودش رو با زمین هماهنگ میکنه، نرم و در عین حال قدرتمند. چیگانگ مثل همین رودخانه است، هنری برای پرورش و هدایت انرژی زندگی که در بدن ما جاریه. چی نیروی حیاتیه که در همه چیز جریان داره، در هوا، در غذا، در بدن ما، در افکار و احساساتمون. و گانگ یعنی تمرین، مهارت، کاری که با تمرکز و پشتکار پرورشش میدی. چیگانگ هنر اتصال این دو مفهومه، پرورش آگاهانه انرژی حیات، ترکیبی از حرکت‌های ملایم، تنفس‌های عمیق و مراقبه ذهنی، یعنی هماهنگی بین جسم و جان. فلسفه زنده که از دل طب سنتی چین به دنیا اومده برای طول عمر، سلامتی و رهایی از آشوب درون. حالا برسیم به نفس کشیدن، همین عملی که هر روز و هر لحظه انجامش میدیم، بی فکر، ناخودآگاه. اما آیا تا حالا واقعا نفس کشیدن رو تجربه کردی؟ نفس فقط انتقال اکسیژن نیست، نفس پلیست میان جسم، ذهن و روح. هر دم و بازدم حامل پیامیه برای تمام سلولهای بدن ما. وقتی مضطربیم نفس هامون کوتاه و سطحی میشن، بدن فکر میکنه خطری در راهه و ما رو وارد حالت جنگ یا گریز میکنه. اما وقتی آگاهانه نفس میکشیم، وقتی دمهامون عمیق و بازدمهامون نرم و آرامه، چیزی درونمون شروع به شفا پیدا کردن میکنه. سیستم عصبی آرام میشه، قلب، ذهن و عضلات رها میشن و بدن وارد حالت ترمیم، بازیابی و صلح میشه. در چیگانگ تنفس آگاهانه به نام تونا شناخته میشه، یعنی دم و بازدم. با هر دم انرژی تازه رو به درون میکشیم و با هر بازدم تنشها، ترسها و انرژیهای راکد رو رها میکنیم. چیگانگ از تنفس یک ابزار شفا میسازه. بیایید 3 تکنیک بنیادین اون رو با هم مرور کنیم. روش‌های ساده ولی عمیق. این پایه‌ای ترین و مهمترین نوع تنفس در چیگانگ هست. با درگیر کردن دیافراگم شکم رو هنگام دم باز و هنگام بازدم جمع می‌کنیم. هر نفس چی رو به عمق اندام هامون میفرسته. تمرین: صاف بشین یا بایست. دستت رو روی شکمت بذار. از بینی نفس بکش، احساس کن شکمت به جلو میاد. آروم بازدم کن از بینی یا دهان و حس کن شکمت به عقب برمیگرده. آگاه باش. نفست رو ببین، حس کن و همراهش شو. در این تکنیک هدف اینه که چی؟ با نرمی و یک نواختی جریان پیدا کنه. هر بازدم مثل باز کردن آرام یه رشته ابریشم نازکه. این تنفس ذهن رو ساکت و سیستم عصبی رو آرام میکنه. تمرین: آروم از بینی نفس بکش، بذار هوا آروم توی شکمت پر شه. بعد خیلی نرم و بدون زور بازدم کن. این نوع تنفس بازگشت به ریتم طبیعی بدنه. بعد از تمرین 2 تنفس قبلی، حالا فقط رها کن. اجازه بده بدنت خودش رو نفس بکشه. تمرین: صاف بشین یا بایست. چیزی رو کنترل نکن، فقط تماشا کن. ببین بدنت چطور نفس میکشه وقتی ذهنت دخالتی نمیکنه. در سکوت، در پذیرش، در هماهنگی با طبیعت. در چیگانگ تنفس آگاهانه مثل باز کردن مسیرهای انرژی در بدنه. این مسیرها به مریدیان معروفن، مثل رودهایی که چی رو به همه اندامها میرسونن.
وقتی تنفس هامون سطحی و تند باشن، این رودها دچار انسداد میشن و انسداد یعنی بیماری، خستگی، اضطراب، دردهای مزمن. اما با چیگانگ با هر نفس عمیق این مسیرها باز میشن. چی دوباره جاری میشه و بدن یادش میاد چطور خودش رو ترمیم کنه. مطالعات علمی مدرن همینو تایید کردن. چیگانگ استرس رو کاهش میده، کیفیت خواب رو بهتر میکنه، سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و حتی دردهای مزمن رو تسکین میده. با هر نفس اکسیژن بیشتری وارد خون میشه، جریان خون بهتر میشه و اندامهای داخلی تغذیه میشن. استادان تائو میگن نفس پایه زندگی سالمه و اگه یاد بگیریم آگاهانه نفس بکشیم، نه تنها جسممون شفا پیدا میکنه بلکه ذهن و روحمون هم رشد میکنه. چیگانگ فقط یه تمرین شخصی نیست، یه پیوند عمیق با طبیعته. با تنفس در فضای باز، کنار درختها، زیر آسمون، در کنار رودخانه، چیگانگ ما رو با ریتم هستی هماهنگ میکنه. استاد لاو تسه میگه تائو مثل رودخانه است، بی وقفه جریان داره، از هیچ مانعی نمیترسه و هیچ وقت راهش رو گم نمیکنه. چیگانگ فقط یه تکنیک تنفس نیست، یه فلسفه زندگیه، یه دعوت به حضور، به آگاهی، به هماهنگی با جریان زندگی. اگه دنبال سلامتی، تعادل و زندگی عمیق‌تری هستی، چیگانگ مسیر توه. با هر نفس قدرتی درونت بیدار میشه، قدرتی برای صلح، برای شفا، برای هماهنگی با تائو. الان یه نفس عمیق بکش و بذار چی در تو جاری بشه. ممنون که تماشا کردی.